امروز میخوام در مورد اینکه چطور از طریق موبایل اندرویدی به هر دستگاه دیگه اینترنت بدیم صحبت کنم. خب برای این کار ما وارد سیتینگ میشیم، کانکشن، موبایل هات اسپات، دوباره موبایل هات اسپات رو باز میکنیم. اینجا نتورک نیم رو یه اسمی براش میذاریم، هرچی مهم نیست. پسوردم یه پسورد ساده. بعضی از موبایل ها میتونی بند رو تغییر بدی، بعضی ها هم نمیشه. اینجا به صورت خودکار باند 2.4 گیگاهرتز هستش. خب فقط هات اسپات رو روشن میکنی و بقیه مراحل رو در دستگاه دیگه انجام میدی که من از طریق کامپیوتر میخوام بهش وصل شم و بهتون اونجا نشون میدم که چطور به این دستگاه که اسمش گلکسی A72 هستش وصل میشم. خب ما اینجا میخوایم از طریق لپتاپ وصل بشیم به اون هات اسپاتی که تو موبایل درست کردیم. این بخش نتورک رو باز میکنیم. وای فای هایی که اینجا نشون میده نگاه کنید، گالکسی A72. پسوردی که اونجا وارد کرده بودیم رو اینجا وارد میکنیم. چه اسم چه پسورد در قسمت گوشی قابل تعویضه. خب من یه چیزی رو سرچ میکنم، همینطور که میبینی به اینترنت وصل شده و به راحتی کار میکنه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم که سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. متشکرم.